درود به همگی، امیدوارم که حالتون عالی باشه، همه چی ردیف باشه. برگشتم با چه ویدیویی که همتون دوست دارید، بزرگترین. اینجا یه بوکس سیگارت داریم که توش 10 تا سیگارت کوچیکه و تو اون 10 تا سیگارت کوچیک 60 تا دونه سیگارت جای گرفته و قراره اینا رو با هم قاطی کنیم و یه سیگارت بزرگ بسازیم. 1 ماه پیش من رفتم و لوازم مورد نیاز برای ساخت بزرگترین سیگارت رو گرفتم و ویدیو گچ رو گرفتم و نشد دیگه سیگارت رو بگیرم. الان دیگه قیافم تغییر کرده نسبت به اون موقع. بریم که ببینیم چیا خریدم. Let's go. خب بچه‌ها رسیدیم به ابزار فروشی. بریم که لوله پولیکا بگیریم برای ساختن بزرگترین سیگارتمون. خسته نباشی. لوله پولیکا داری؟ بله لوله پولیکا. بعد سایز مختلف داره؟ از سایز 3 شروع میشه تا به بالا دیگه. 3 4 5 6 3 4 5 12 تا بره به بالا. 10 نمیخوام زیاد چیز قطور باشه. سایز بندی داره. چیکار کنیم؟ بگو اینقدر همون نمیخوام این کارو بکنم. چیزم داره توالت فرنگی. همه چی ردیف. حتما یادتون نره سابسکرایب کنید چنل. از اینجا میشه ویدیوهای خفنی در بود. اینقدر کافیه دیگه. آقا اینقدر لوله پولیکا می‌خواست در این آپارتمان. کوچیک‌ترینشو بده. تخفیف ریزی هم بدید دیگه. 1000 تومنش هم کردم. 1000 تومن؟ 74,000. چقدر زیاد. دست و پامو گم کردم. گرفتیم بالاخره. وای چه ویدیوهایی. بزن بریم که این بزرگترین سیگارتمون رو درست کنیم. لیتس گو. خب کبریت یادم رفت. آقا یه کبریت به ما میدی بیزم؟ اصلا نشنید. آقا خیلی لطف کرد. کبریت هم خریداری شد دیگه. واقعا بریم سراغ ویدیو. خب چی اینجا داریم؟ یک عدد رنگ قرمز، یک عدد کبریت، گچ، ابزار، فندک و دستکش و یه ظرف پلاستیکی. گچ رو میذاریم آخر سر، رنگ هم میذاریم آخر سر، لوله پولیکا میذاریم آخر سر. الان با این ظرف پلاستیکی و سیگارتمون کار داریم. حاجی داغ شد. پشما توش بسته‌بندی نیست. الان 60 انداختن. یارو خیلی حرومزاده بود. میشمریم 30 تاست. روش نوشته 60 تا ولی 30 تاست. کردن تو پاچه ها. ببین اگه این ویدیو رو میبینی در به درم کل خرم سر به سرم نذار. خیلی حال میده. سیگارت هم ریخت. قشنگ کردن تو پاچم. واه چی باله، چی گنگه. قرار بود سیگارت های ما نسبت به پولی که دادم بیشتر باشه ولی همینقدر شد. الان سیگارت های ما اینقدر. خیلی کمه. دونه دونه این سیگارت ها رو خالی میکنم تو این. شاخه پرگل قشنگم، چرا تو رو میبینم سرخ میشه رنگم. وای حسین وای. خب بچه ها تو این الان یه بوکس 10 تایی سیگارت تو اینه که معادل 400,000 تومان پول. لوله پولیکا این حجم از مواد تو این لوله به این گندگی جواب نی. این هم از لوله پولیکای ما که آماده شد. بریم سراغ گچ. یه مقدار گچ میریزیم، آبم میریزیم.
داداش اینطوری کار در نمیاد. گچ زده شد، خیلی تر و تمیز. توش هم بگیر تا اینجا گچ. بریم رنگش کنیم. زنگ خوشگلی بیا. یا داشت این ویدیو میگیریم ما خیر از سرمون. خب تا رنگ خوش میشه بریم سراغ کبریت ها. کبریت این از کبریت های ما. چسب برق میزنیم. این از کبریت ما که قراره سر سیگارتمون قرار بگیره. الان تنها کاری که باید بکنیم این که صبر کنیم تا اون خوش شه و مواد رو داخلش بریزیم و اینو به سرش وصل کنیم. امیدوارم انفجاری باشه، دودزایی نباشه. رنگ لوله پولیکای ما یعنی همون بزرگترین سیگارت ما خوش شد. بریم سراغ بقیه کاراش. نوبت ریختن مواد. این از مواد سیگارت هامون، این هم از کبریت هامون. نگاه چه قشنگ شد. اوف، بزرگترین سیگارت، واقعا فوق العاده است. قرار سرشو یه خورده گچ بزنم که اگر یه موقع هوا کشید فشرده نشد لااقل گچ نذاره بیاد بیرون. چقدر سگ زیاد شده اینجا. خودم دوست ندارم روش گچ بخوره ولی مجبورم. گچ خورد و از این لا قراره روشن بشه. 5 دقیقه دیگه عملیات شروع میشه. وقتش رسید. برو بریم واسه بزرگترین سیگارت ما یه بوکس کامل سیگارت. قبلش این یه دونه سیگارته. برو بریم سراغه. بترک دود نمیده نشونه. 400,000 تومان. ترسیدی ها. کبریت که نه ترکید، مجبورم فتیله بذارم. میخوای این کپسولیه رو بکنم توش. بریم واسه تلاش نهایی. مواد ریخت. همچین چیزی امکان نداره. ناموفق شدیم برای اولین بار تو این چنل. این کپسولیه خالی هم هست. میخوام توشو پر از این مواد کنم. تا اینجا پر شد. اگه بترکه باز خوشحال میشم. چرا نترکید؟ تو کپسولی هم بود، چرا نترکید؟ داغه. وای به حال اون روزی که خدایی نکرده یکی تو دستش ترقه بترک. خیلی دردناک. سیگارت یاد نیم تو دستم ترکی. هم دردناک هم ترسناک. کی کیو کرد؟ سگه. پنیر پیتزا. ناموفق شدم برای اولین بار. خیلی ناراحتم.
خیلی بچه‌ها این ویدیو خیلی پرهزینه بود واسه من، واسه چنلی که حتی به 1000 تا ساب اولش هم نرسیده ولی نزدیکه. خواهشاً حمایت کنید بچه‌ها. مرسی که تا اینجا وقتتون رو گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردید. قبل اینکه ویدیو رو ببندید ساب، لایک، کامنت، زنگوله بچلون، اینستا فراموش نشه. عشق منی. همین. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی فعلا پیس. 021 چیت. خیلی هم چقدر باهوشی تو، خیلی باهوشی.